باورت میشه که من توی 2 ماه حدوداً 19 کیلو کم کردم؟ شاید به نظرت غیر ممکن بیاد، ولی وقتی که اراده کنی و واقعا از این وضعیت که داخلیشی دلت بخواد بیرون بیای، دیگه هیچ چیزی جلودارت نیست. شاید الان با خودت بگی خب رفته عمل کرده. نه بچه، من نه عمل اسلیف کردم نه هیچ چیز دیگه. اصلا وزنم در حدی نبود که بخوام عملی انجام بدم. من فقط و فقط از این وضعیت خسته شده بودم و با اراده و اعتمادی که به خودم داشتم، با رژیم و سالم خوری و همچنین در کنارش ورزش و پیاده روی، تو کمترین زمان ممکن تونستم اینقدر کم کنم. اولین ویدیویی هستش که در مورد رژیمم برات میذارم. این ویدیو فقط و فقط صرفا برای اینه که شاید باعث بشم که یه نفر ارادش قوی بشه و انگیزه بگیره. از همینجا بهت بگم من نه دکترم نه هیچ چیز دیگه‌ای، فقط تجربه‌مو براتون میذارم. شاید روی خیلیاتون جواب بده، شایدم نده. اگه دوست داشتی تو هم همراه من باشی، دکمه زنگوله رو فعال کن و صفحه منو سابسکرایب کن. اگه بخوام در مورد رژیمم خیلی ساده و مختصر توضیح بدم، باید کلا کربوهیدرات رو بپوسیم بذارین کنار و شیرینی و قند و اینا رو اصلا به هیچ عنوان نخوریم. جدای از رژیم، شیرینی و قند واسه بدنمون عین سم میمونه و چقدر خوبه که ما اینا رو تو زندگیمون حذف یا کمترش بکنیم. تو این رژیم باید چربی سالم، پروتئین و فیبر بالایی بخوریم. خیلی‌ها وقتی که تصمیم میگیرن رژیم بگیرن کلا چربی رو میپوسن میذارن. شما حتما باید تو رژیمتون چربی سالم مثل کره، روغن زیتون، روغن کنجد رو داشته باشید، چون اینا منبع اصلی انرژی هستند. چربی سالم دیرتر هضم میشن، باعث میشن شما احساس سیری طولانی داشته باشین و جلوی پرخوری رو میگیرن. اگه سوالی داشتی حتما داخل کامنت بپرس، من جوابتو میدم. این وعده‌ای که گذاشتم صبحانه، ناهار و شام من بود. اگه دوست داشتی حتما دنبالم کن که قراره خیلی چیزا کنار همدیگه یاد بگیریم.